فکر میکنی چون حق با توه باید برنده بشی؟ چه خیال خامی. تاریخ پر از قبرستان آدمایی که حق باهاشون بود، منطقشون مولای درزش نمیرفت، ولی سرشون رو بریدن چون بلد نبودن با شیطان درون مغز حریف معامله کنن. بذار همین اول کار یه حقیقت تلخ رو بکوبم توی صورتت. توی دنیای واقعی منطق ضعیف‌ترین ابزار برای تغییر عقیده یه آدمه. وقتی داری با همسرت، رئیست یا حتی اون پلیسی که میخواد جریمت کنه بحث میکنی، اگر سعی کنی با استدلال پیروز بشی، از همون لحظه اول بازنده ای. چرا؟ چون انسان‌ها ماشین‌های منطقی نیستن. انسان‌ها حیوانات احساساتی هستند که گاهی فکر میکنن. تا حالا برات پیش اومده که وسط یه بحث دقیقاً میدونی داری درست میگی، مدرک داری، سند داری، ولی طرف مقابلت یه آدم احمق، لجباز و غیر منطقیه که فقط داره داد میزنه و حرفت رو نمیفهمه و تهش تویی که خسته میشی و کوتاه میای؟ اون لحظه، اون حس خفگی توی گلوت، اون حس شکستی که تا شب ولت نمیکنه، دلیلش این نیست که اون آدم زبون نفهمه. دلیلش اینه که تو داری با مغز نئوکورتکس یا همون بخش منطویش حرف میزنی، در حالی که سکان هدایت اون آدم دست مغز خزندش افتاده، مغزی که فقط حمله و فرار رو میفهمه. امروز قرار یاد بگیری چطور اون مغز خزنده رو هیپنوتیزم کنی. قرار از متد ممنوعه کریس واس، سرمذاکره کننده FBI استفاده کنیم. کسی که با گروگانگیرهای روانی و تروریست‌ها سر و کله میزد. اونجا دیگه بحث کی حق داره نبود، بحث مرگ و زندگی بود. اگر اون میتونست یه قاتل رو متقاعد کنه که اسلحه رو بذاره زمین و دستبند رو قبول کنه، تو هم میتونی یاد بگیری چطور توی هر بحثی، حتی وقتی حق با تو نیست یا وقتی همه چیز علیه توه، کنترل اتاق رو به دست بگیری. این یک کلاس آموزشی نیست، این نقشه فرار تو از زندان بازنده هاست. آماده ای؟ بیا با اولین و شاید کشنده ترین سلاح شروع کنیم. چیزی که بهش میگم آینه مخدر. بذار با یه داستان واقعی شروع کنم تا بفهمی قدرت یعنی چی. تصور کن سال 1993 بروکلین نیویورک، یه بانک محاصره شده. داخل بانک 3 گروگانگیر مسلح، وحشت زده و به شدت خطرناک 10 نفر رو گروگان گرفتن. پلیس ها دور تا دور ساختمون رو گرفتن. تکتیراندازها روی پشت بوم ها مستقر شدن. فضا بوی خون و باروت میده. داخل بانک سردسته دزدا که اسمش جان بود داشت پشت تلفن سر مذاکره کننده پلیس فریاد میزد. رگهای گردنش زده بود بیرون. فریاد میزد شماها منو بدبخت کردید. من یه ماشین میخوام. همین الان یه ون بفرستید جلوی در وگرنه مغز اولی رو میپاشونم روی شیشه. حالا تصور کن جای اون مذاکره کننده باشی. یه آدم معمولی یا یه آدم منطقی اینجا چی میگه؟ احتمالاً میگه جان آروم باش. منطقی نیست که الان ماشین بخوای. اول باید گروگانها را آزاد کنی تا ما بتونیم باهات همکاری کنیم. اگه این جمله رو میگفت شک نکن که صدای شلیک گلوله شنیده میشد. چرا؟ چون کلمه آروم باش برای یه آدم عصبانی مثل بنزین روی آتیشه. چون داری بهش دستور میدی، داری منطق میاری. اما مذاکره کننده FBI از تکنیک آینه استفاده کرد. تکنیک خیلی ساده است ولی ترسناکه. اون فقط 3 کلمه آخر یا مهمترین کلمه جمله دزد رو با لحنی سوالی تکرار کرد. دزد داد زد من یه ون میخوام همین الان. مذاکره کننده با صدای آروم و بم فقط گفت یه ون میخوای؟ سکوت. دزد برای 1 ثانیه مکث کرد. مغزش داشت پردازش میکرد. دوباره داد زد آره یه ون میخوام چون شماها منو تحت فشار گذاشتید. مذاکره کننده دوباره آینه کرد. تحت فشار گذاشتیم؟ دزد آره محاصرم کردید، نمیذارید نفس بکشم. مذاکره کننده نمیذاریم نفس بکشی؟ میدونی چه اتفاقی افتاد؟ بعد از چند دقیقه تون صدای دزد اومد پایین. شروع کرد به درد و دل کردن. شروع کرد به گفتن اینکه چقدر زندگیش سخت بوده. چرا؟ چون قانون روانشناسی یونگ میگه عمیق‌ترین نیاز انسان نیاز به دیده شدن و درک شدنه. وقتی تو کلمات طرف مقابل رو مثل آینه به خودش برمیگردونی، اون حس نمی‌کنه داری باهاش میجنگی. حس می‌کنه تو هم قبیله اون هستی. حس می‌کنه تو تصویر خودشی.
این کار گارد دفاعی مغز خریزنش رو خاموش میکنه. اون فکر میکنه تو داری تأییدش میکنی، در حالی که تو فقط داری تکرارش میکنی. تو هیچ قولی ندادی، هیچ موافقتی نکردی، ولی اون رو معتاد شنیده شدن کردی. حالا اینو بیار توی زندگی خودت. رئیست میاد توی اتاق و داد میزنه این گزارشی که نوشتی افتضاحه، اصلاً وقت نذاشتی روش. واکنش غریزی تو چیه؟ دفاع. نه قربان، من 3 روز وقت گذاشتم، شما خودتون گفتید که... بوم، باختی. وارد جنگ شدی و اون قدرت دستشه. حالا ورژن ماکیاولیستی رو ببین. رئیس، این گزارش افتضاحه، وقت نذاشتی روش. تو با لحنی کنجکاو و آروم، وقت نذاشتم روش؟ رئیس یکم مکس میکنه. آره، یعنی منظورم اینه که اون جزئیاتی که میخواستم توش نیست. تو جزئیاتی که میخواستید؟ رئیس آره، بخش مالی رو خیلی خلاصه نوشتی. دیدی چی شد؟ با 2 سوال آینه‌ای از یه حمله شخصی تو تنبلی رسوندیش به یه مشکل فنی بخش مالی خلاصه است. بدون اینکه عذرخواهی کنی، بدون اینکه بجنگی، قشمش رو خنثی کردی و حالا کنترل مکالمه دست توئه. قانون آینه مثل دادن مورفین به یه آدم در حال تشنجه. اول آرومش کن، بذار حس کنه مرکز جهانه. بعد که گیج شد و گاردش افتاد، زهر خودت رو بریز. تا وقتی که اون در حالت دفاعیه، هیچ منطقی نفوذ نمیکنه. اول آینه باش، بعد شمشیر. خب، حالا که با آینه گاردش رو کمی پایین آوردی، وقتشه که بری سراغ خنثی کردن بمب. میرسیم به تکنیک دوم، برچسب زنی فلج کننده. بذار یه سوال ازت بپرسم. بزرگترین ترس یه آدم وقتی عصبانیه چیه؟ اینکه نادیده گرفته بشه، اینکه حس کنه تو نمیفهمی چه دردی داره میکشه. بیشتر مردم وقتی با یه آدم عصبانی یا شاکی روبرو میشن، سعی میکنن انکار کنن. طرف میگه تو به من دروغ گفتی. تو میگی نه، من دروغ نگفتم، بذار توضیح بدم. اشتباه محض. وقتی انکار میکنی، داری بهش میگی احساس تو غلطه و این یعنی اعلام جنگ. تکنیک برچسب زنی یعنی به جای جنگیدن با احساسات منفی طرف مقابل، اونها رو شناسایی کنی و بلند به زبون بیاری. توی روانشناسی به این کار میگن affect labeling. تحقیقات fMRI نشون داده وقتی روی یه احساس منفی مثل ترس یا خشم اسم میذاری، فعالیت بخش آمیگدال مغز، مرکز ترس و خشم، به شدت افت میکنه. انگار داری روی یه جن زده آب مقدس میپاشی. بیا یه سناریوی خیلی سخت رو تصور کنیم. فرض کن تو یه فریلنسر یا پیمانکاری. پروژه یه مشتری پولدار و حساس رو خراب کردی. ددلاین گذشته و تو کار رو تحویل ندادی. مشتری زنگ میزنه و شروع میکنه به داد و بیداد. شماها همتون کلاهبردارید. من شکایت میکنم، پولم رو پس میگیرم و آبروتو میبرم. اینجا یه آدم آماتور شروع میکنه به بهانه تراشی. ببینید آقای فلانی، اینترنت قطع شد. مادر بزرگم مریض شد. این حرفها برای اون مشتری فقط صدای وزوز مگس هست. اما یه استراتژیست سایه چی کار میکنه؟ اون مستقیم میره توی دل تاریکی. اون بدترین افکار مشتری رو بلند اعلام میکنه. با صدای آروم و محکم میگی به نظر میاد خیلی عصبانی هستید. سکوت. به نظر میاد حس میکنید من از اعتماد شما سوء استفاده کردم. سکوت. به نظر میاد فکر میکنید من یه آدم بی‌مسئولیتم که فقط میخوام پولتون رو بالا بکشم. دقت کن، نگو من بی‌مسئولیتم. بگو به نظر میاد فکر میکنی. وقتی تو بدترین افکار توی ذهن اون رو قبل از اینکه اون به زبان بیاره خودت میگی، عملاً خلع سلاحش میکنی. اون دیگه چی میتونه بگه؟ تو خودت گفتی کلاهبرداری. اون دیگه نمیتونه بهت حمله کنه. اتفاقی که میفته جادوییه. طرف مقابل یهو مکس میکنه و میگه نه خب نمیگم کلاهبرداری، ولی خب منم برنامه ریزی کرده بودم. میبینی؟ لحنش از تهدید به شکایت رسید به توجیه برنامه ریزی. خشمش فرو کشید چون تو احساسش رو معتبر کردی. تو با برچسب زنی زهر مار رو گرفتی. حالا که نیششو کشیدی، میتونیم بریم سراغ تله بعدی. تله‌ای که اکثر فروشنده‌های احمق توش میافتن، ولی تو قراره ازش برای شکار استفاده کنی. شنیدی میگن توی مذاکره باید از طرف بله بگیری؟ بله گرفتن خوبه؟ فراموشش کن. این یکی از بزرگترین دروغ‌هاییه که توی کتاب‌های بازاریابی زرد نوشتن. توی دنیای واقعی بله کلمه خطرناکیه. وقتی یه نفر بهت فشار میاره که بگی بله، چه حسی داری؟ حس میکنی دارن گولت میزنن، حس میکنی داری به دام میافتی. فروشنده های تلفنی رو یادت بیار.
آیا دوست دارید در مصرف برق صرفه جویی کنید؟ تو میگی بله، ولی توی دلت میگی خفه شو و قطع کن. این یه بله تقلبی هست، یه مکانیسم دفاعی برای فرار. اما نه، قدرت کلمه نه رو دست کم نگیر. نه یعنی امنیت، نه یعنی کنترل. وقتی به کسی میگی نه، حس میکنی خودت فرمون رو دست گرفتی. برای همین استراتژی ماکیاولیستی ما اینه: تلاش نکن بله بگیری، تلاش کن نه بگیری. بیا ببینیم چطور کار میکنه. فرض کن میخوای با یه آدم خیلی مهم، مثلا رئیست یا یه سرمایه گذار که وقت نداره، حرف بزنی. روش معمولی: دنبال بله. آقای رئیس، آیا 5 دقیقه وقت دارید با هم صحبت کنیم؟ ذهن رئیس: اوه، باز این اومد وقتمو بگیره. بگم بله، گیر میافتم. پس میگه الان نه، سرم شلوغه. روش شکارچی: دنبال نه. میری جلو و میگی آقای رئیس، آیا الان زمان بدیه برای صحبت کردن؟ به ساختار جمله دقت کن. تو داری دعوتش میکنی که بگه نه. اون برای اینکه از شر مزاحمت خلاص بشه و حس کنترل داشته باشه، راحت میتونه بگه نه، زمان بدی نیست، چی شده؟ یا اگر واقعاً سرش شلوغ باشه میگه آره الان بده، ولی 10 دقیقه دیگه بیا. در هر دو صورت تو برنده شدی. بذار یه مثال ترسناکتر بزنم. فرض کن داری با کسی مذاکره میکنی و اون مدتی جواب ایمیل هات یا زنگ هات رو نمیده. داره نادیدت میگیره. یه آدم ضعیف پیام میده آیا هنوز به پیشنهاد من فکر میکنید؟ دنبال بله. جواب نمیگیری. اما تو یه پیام میفرستی با این مضمون: آیا کلاً بیخیال این پروژه شدید؟ این سوال یه بمب اتمیه. چرا؟ چون انسان‌ها از دست دادن متنفرن. وقتی میپرسی بیخیال شدی، مغز طرف یهو میترسه که نکنه فرصت رو از دست بده و از طرفی گفتن نه براش راحته. اون سری جواب میده نه، بیخیال نشدم، فقط سرم شلوغ بود. میبینی؟ تو با دعوت کردنش به گفتن نه بهش احساس امنیت کاذب دادی و دقیقاً همون لحظه اون رو به بازی خودت کشیدی. یادت باشه، بله تعهد میاره و ترسناکه، نه محافظت میاره و امنه. به حریف امنیت بده تا گاردش رو باز کنه و بعد ضربه نهایی رو وارد کن. حالا که یاد گرفتیم چطور با نه احساس امنیت ایجاد کنیم، باید یاد بگیریم چطور خودمون رو به ندانستن بزنیم تا حریف داوطلبانه مشکلات ما رو حل کنه. چیزی که در بخش بعدی بهش میگیم هنر حماقت استراتژیک. رسیدیم به یکی از تاریک‌ترین و لذت بخشترین بخش‌های بازی. جایی که یاد میگیری چطور با احمق نشون دادن خودت باهوشترین آدم‌های اتاق رو تبدیل به عروسک‌های خیمه شب بازی کنی. یه قانون نانوشته توی طبیعت هست: شیر به موش مرده حمله نمی‌کنه. توی بحث‌ها و مذاکرات اکثر آدم‌ها سعی می‌کنن نشون بدن چقدر باهوش، قدرتمند و مسلط هستن. سینه سپر می‌کنن و میگن من میدونم چی کار کنم. این بزرگترین حماقته. چون وقتی ادعای قدرت می‌کنی، گارد دفاعی حریف رو میبری بالا. اون احساس خطر می‌کنه و می‌خواد ثابت کنه که از تو باهوش‌تره. پس استراتژی ما چیه؟ حماقت استراتژیک. تو باید تعمداً کنترل رو بدی دست حریف تا اون احساس برتری بکنه. وقتی یه نفر حس کنه معلم توئه، دیگه باهات نمی جنگه، سعی میکنه کمکت کنه. ابزار اصلی این تکنیک چیزیه که کریس واس بهش میگه سوالات کالیبر شده. سوالاتی که جوابشون بله و نه نیست، سوالاتی که با چطور یا چی شروع میشن. بیایید یه سناریوی واقعی و دردناک رو بررسی کنیم. فرض کن صاحب خونت زنگ زده و میگه اجارت از ماه بعد 2 برابر میشه. اگه نمیتونی بده، خالی کن. خون جلوی چشمات رو گرفته. ضربان قلبت رفته بالا. واکنش طبیعی چیه؟ دعوا. آقا چه خبره؟ انصافه؟ قانون میگه فقط 20%. نتیجه؟ صاحب خونه لج میکنه. ملک خودمه. قانون منم همینه. نری بیرون، وسایلت رو میریزم توی کوچه. حالا ببین یه استراتژیست سایه چطور این موقعیت رو مدیریت میکنه. اون نمی جنگه، اون تسلیم ظاهری میشه و یه سوال کشنده میپرسه. با صدای مظلوم و کلافه میگی آقای رضایی، من عاشق این خونم و دلم میخواد بمونم، ولی با این قیمت جدید من چطور قرار این پول رو بدم؟ دقت کن، نگفتی نمیدم، گفتی چطور بدم. این سوال چطور مثل یه ویروس وارد مغز طرف مقابل میشه.
تو مشکل خودت بیپولی رو تبدیل کردی به مشکل اون. حالا مغز اون مجبور میشه فکر کنه تا راه حلی برای تو پیدا کنه. اون دیگه نمیتونه بگه به من چه، چون تو ازش کمک خواستی. احتمالاً اولش میگه نمیدونم، کار کن، قرض بگیر. تو دوباره با تکنیک آینه و سؤال کالیبره ادامه میدی. قرض بگیرم؟ آخه اگه قرض بگیرم و نتونم پس بدم، اون وقت شما هم به اجارتون نمیرسید. چطور میتونم تضمین کنم که هر ماه پولتون نقد باشه؟ میبینی؟ داری با پنبه سر میبری. تو با سوالات چطور و چی اون رو مجبور میکنی که کم کم از موضعش بیاد پایین. شاید بگه خب حالا اگه 6 ماه جلوتر بدی کمترش میکنم. این همون بردیه که میخواستی. تو بدون اینکه حتی یک کلمه بحث کنی یا دعوا راه بندازی، بار سنگین حل مسئله رو انداختی روی دوش کسی که خودش مشکل رو ساخته بود. تو با احمق نشون دادن خودت هوش اون رو علیه خودش به کار گرفتی. اما صبر کن، این تازه شروع نفوذه. وقتی شروع کرد به ارائه راه حل، یه لحظه طلایی وجود داره که اگر بتونی خلقش کنی، روحش رو تسخیر کردی. لحظه‌ای که ما بهش میگیم سندروم دقیقاً همینه. توی دنیای مذاکره و بحث 2 جمله تاییدیه داریم که شبیه همن، اما یکیشون جایزه اسکاره و اون یکی بوسه مرگ. جمله اول حق با توه. جمله دوم دقیقاً همینه. اگر توی بحث کاری کردی که طرف مقابل بگه آره حق با توه، متاسفم، تو باختی. وقتی یه نفر بهت میگه حق با توه، معمولاً منظورش اینه خفه شد، دست از سرم بردار، دیگه بحث نکن. این یه مکانیزم فراره. اون قبول نکرده، فقط خسته شده. اما اگر کاری کنی که بگه دقیقاً همینه، بوم، اون لحظه‌ایه که قفل مغزش باز میشه. این یعنی اون حس کرده تو انقدر دقیق دنیا رو از چشم اون دیدی که هیچ فاصله‌ای بین تو و اون نیست. چطور به اینجا برسیم؟ با تکنیکی به اسم خلاصه سازی دقیق. باید تمام حرفها، دردها و استدلالهای طرف مقابل رو بشنوی و بعد اونها رو با کلمات خودت حتی بهتر و دقیقتر از خودش بهش تحویل بدی. بذار با یه مثال از پرونده‌های گروگانگیری واقعی بگم که کریس واس تعریف میکنه، ولی من با چاشنی ایرانی برات بومی سازیش میکنم. تصور کن با همسرت یا شریکت به یه بنبست وحشتناک رسیدی. اون عصبانیه، داد میزنه که تو بهش اهمیت نمیدی، همش سر کاری و اصلاً درکش نمی‌کنی. اگه بگی عزیزم من که همش دارم برای تو تلاش میکنم، دفاع، اون میگه حق با توه، ولش کن، یعنی برو گم شو. اما روش درست، اول ساکت میشی، خوب گوش میدی، بعد میگی بذار ببینم درست متوجه شدم یا نه. تو عصبانی هستی چون حس میکنی تمام بار زندگی روی دوش توه. فکر میکنی من کارم رو به تو ترجیح میدم و اون وعده هایی که اول رابطه دادم رو فراموش کردم. احساس میکنی تنهایی و من فقط وقتی مشکل دارم میام سراغت. درسته؟ لحظه‌ای که این جملات رو میگی، سکوت سنگینی حاکم میشه. طرف مقابل بهت خیره میشه. اشک توی چشماش جمع میشه و آروم میگه دقیقاً همینه. این دقیقاً همینه صدای ترشح اکسیتوسین توی مغزه، هورمون اعتماد. اون لحظه اون دیگه تو رو به چشم دشمن نمیبینه، چون هیچ دشمنی نمیتونه درد آدم رو انقدر دقیق توصیف کنه. وقتی به نقطه دقیقاً همینه رسیدی، اون آدم آماده است تا هر پیشنهادی بدی رو بپذیره، چون حالا تو توی تیم اون هستی. پس یادت باشه، هدف بحث شکست دادن حریف نیست. هدف اینه که دنیای اون رو براش بازگو کنی تا کلید خونش رو 2 دستی تقدیمت کنه. حالا که اعتمادش رو جلب کردی و وارد خونه امن ذهنش شدی، وقتشه که واقعیت رو جلوی چشماش تغییر بدی. وقتشه که از تکنیکی استفاده کنیم که ذهن انسان رو در برابر اعداد و پیشنهادات کور میکنه. قانون تحریف واقعیت. رسیدیم به جایی که جادوگرها زندگی میکنن، جایی که اعداد و حقایق دیگه اون چیزهای سفت و سختی نیستند که فکر میکنی، بلکه خمیری هستند توی دستای تو. بذار یه باگ بزرگ توی سیستم عامل مغز انسان رو بهت معرفی کنم. ترس از زیان.
دانیل کانون، روانشناس برنده نوبل، ثابت کرد که درد از دست دادن $10 2 برابر بیشتر از لذت پیدا کردن $10. انسان‌ها موجوداتی هستند که بیشتر از این که دنبال سود باشن، دنبال اینن که کلاهشون برداشته نشه. حالا چطور از این باگ برای تحریف واقعیت استفاده کنیم؟ با تکنیکی به اسم لنگر انداختن. قانون ساده است. اولین عددی که توی بحث پرت میشه یا اولین احساسی که ایجاد میشه لنگر. بقیه بحث حول محور اون میچرخه. بیا یه سناریوی بیزنس کثیف رو بررسی کنیم. فرض کن توی طراح گرافیک هستی و میخوای برای یه پروژه 50 میلیون تومان بگیری. اگه بری توی جلسه و بگی قیمت من 50 تومنه، کارفرما میگه اوه چه خبره، گرونه، 30 تومن میدم. چرا؟ چون اون 50 تومن رو با 0 مقایسه میکنه و این یعنی زیان. حالا ورژن ماکیاولیستی. قبل از اینکه عدد بدی باید یه لنگر احساسی منفی بندازی تا انتظاراتش رو با خاک یکسان کنی. میری توی جلسه، قیافت رو نگران میکنی و میگی ببینید قبل از اینکه راجع به قیمت حرف بزنیم میخوام ازتون عذرخواهی کنم چون پیشنهادی که آماده کردم احتمالاً خیلی بالاتر از بودجه شماست. شاید حتی عصبانی بشید و بخواید کلاً پروژه رو کنسل کنید. من واقعاً نمیخوام وقتتون رو تلف کنم. بوم! چه اتفاقی افتاد؟ مغز کارفرما رفت روی حالت وحشت. داره با خودش فکر میکنه یا خدا نکنه میخواد بگه 200 میلیون، نکنه بودجم نرسه و پروژه بخوابه. اون الان تو حالت ترس از زیان قرار گرفته. ترس از دست دادن تو. بعد از چند ثانیه سکوت با ترس میپرسه خب حالا چقدر هست؟ تو با آرامش میگی 50 میلیون تومان. میدونی واکنشش چیه؟ نفس راحت میکشه. 50 تومان. خب فکر کردم میخوای بگی 100 تومان. باشه 50 تومان معقوله. دیدی چی شد؟ همون عدد 50 تومان که اگر اول میگفتی گرون بود، الان تبدیل شد به یه عدد نجات بخش. تو واقعیت رو تغییر ندادی، تو لنگر رو جایی انداختی که پیشنهاد اصلیت شبیه یه لطف به نظر برسه. همیشه یادت باشه قبل از این که پیشنهاد نهایی رو بدی، شرایط رو اونقدر تیره و تار نشون بده که پیشنهاد تو مثل نور خورشید به نظر برسه. اما برای اینکه بتونی این لنگرها رو بندازی، باید بتونی توی پوست طرف مقابل نفوذ کنی، نه مثل یه دوست، بلکه مثل یک جاسوس. چیزی که ما رو میرسونه به خطرناکترین ابزار زرادخانه ما. کلمه همدلی یا امپاتی رو شنیدی؟ یاد چی میافتی؟ مهربونی؟ بغل کردن؟ دلسوزی؟ بریزش دور. توی دنیای استراتژی سایه، همدلی یعنی جمع‌آوری اطلاعات جنگی. همدلی تاکتیکی یعنی درک کردن احساسات و جهانبینی حریف، نه برای اینکه باهاش موافق باشی، بلکه برای اینکه بدونی دکمه‌های انفجارش کجاست تا بتونی خنثیشون کنی یا فشارشون بدی. تفاوت بزرگی هست بین همدردی یعنی سیمپاتی و همدلی یعنی امپاتی. همدردی یعنی آخی دلم برات میسوزه. این ضعفه. همدلی یعنی من میبینم که تو چقدر درد داری و میفهمم چرا. این قدرته. بذار یه سناریویی رو بگم که هممون تجربهش کردیم. فرودگاه. پروازت کنسل شده. رفتی جلوی کانتر. صف طولانیه. همه دارن سر اون کارمند بدبخت پشت کانتر داد میزنن. اون کارمند الان توی سنگر دفاعیه. از همه متنفره و فقط میخواد بگه نه. اگه بری جلو داد بزنی، تو هم میشی یکی مثل بقیه. اگه بری جلو التماس کنی، میشی یه موجود رقت انگیز. استراتژیست ما چی کار میکنه؟ از همدلی تاکتیکی استفاده میکنه تا وارد سنگر بشه. میری جلوی کانتر، به چشماش نگاه میکنی، لبخند نمیزنی. لبخند الکی یعنی فریب. با یه قیافه جدی ولی درک کننده میگی من اگه جای تو بودم تا الان استعفا داده بودم. تحمل این همه آدمی که دارن سر داد میزنن واقعا صبر ایوب میخواد. یهو خشکش میزنه. تو الان تنها کسی هستی توی اون سالن که او رو به عنوان یه انسان دیدی، نه یه ماشین بلیت. اون گاردش رو میاره پایین و میگه آره واقعا مردم خیلی بی ملاحظه شدن. تو ادامه میدی؟ معلومه که داری تمام تلاشت رو میکنی، ولی سیستم داره اذیتت میکنه. منم نمیخوام بار اضافه‌ای روی دوشت باشم.
تموم شد. تو الان شدی خودی. تو الان شدی آدم خوبه. حالا اون کارمند برای اینکه ثابت کنه تو درست فکر میکنی میگرده تا یه صندلی خالی توی پرواز بعدی برات پیدا کنه. نه به خاطر قانون، بلکه به خاطر اینکه تو حالش رو خوب کردی. این همدلی تاکتیکیه. تو نرفتی اونجا که دوستش باشی. تو رفتی که پروازت رو بگیری. ولی راه رسیدن به پرواز از مسیر احساسات اون میگذشت. تو وارد مغزش شدی، مینهای عصبانیت رو خنثی کردی و چیزی که میخواستی رو برداشتی. اما هنوز یه چیزی کمه. گاهی وقتا هر چقدر هم همدلی کنی، هر چقدر هم لنگر بندازی، بحث قفله. چرا؟ چون یه چیزی هست که تو نمیدونی. یه راز پنهان، یه تکه اطلاعات حیاتی که اگه پیداش کنی کل بازی عوض میشه. ما بهش میگیم قوی سیاه و شکار اون کار هر کسی نیست. تا اینجا ما با قوانین دنیای مرئی بازی کردیم، اما گاهی وقتا تو تمام تکنیک ها رو اجرا میکنی. آینه میکنی، برچسب میزنی، قیمت رو عالی پیشنهاد میدی، اما طرف مقابل هنوز میگه نه. انگار یه دیوار نامرئی جلوته. منطق میگه اون باید قبول کنه، ولی نمیکنه. اینجا جاییه که آماتورها تسلیم میشن و میگن طرف دیوونه است. اما استراتژیست سایه میدونه که هیچ کس دیوونه نیست. هر کسی در دنیای خودش داره یه منطقی رو دنبال میکنه. مشکل اینجاست که تو یه تکه از پازل رو نداری. یه اطلاعات پنهان، یه ترس مخفی یا یه تعهد پشت پرده که اگر پیداش کنی کل بازی عوض میشه. ما به این تکه اطلاعات حیاتی میگیم قوی سیاه. نظریه قوی سیاه میگه چیزهایی که نمیدونیم همون چیزهایی هستند که تاریخ رو تغییر میدن. توی هر بحث یا مذاکره‌ای حداقل 3 قوی سیاه وجود داره که طرف مقابل داره با چنگ و دندون ازت مخفی میکنه. بذار یه پرونده واقعی و عجیب رو برات باز کنم. یه شرکت بزرگ آمریکایی میخواست یه ملک کوچیک رو بخره تا کارخونش رو توسعه بده. صاحب ملکی پیرمرد کشاورز بود. شرکت قیمت زمین رو 2 برابر ارزش واقعی پیشنهاد داد. پیرمرد گفت نه. شرکت قیمت رو 3 برابر کرد. پیرمرد گفت نه. وکیل‌های شرکت گیج شده بودن. منطق حکم می‌کرد که پیرمرد پول رو بگیره و بره توی جزایر هاوایی عشق و حال کنه. چرا مقاومت می‌کرد؟ مدیر شرکت تصمیم گرفت خودش بره و با پیرمرد حرف بزنه. اون از تکنیک‌های ما استفاده کرد. حرف زد، گوش داد و سعی کرد بفهمه پشت این نگفتنها چیه. وسط صحبت‌ها پیرمرد یه جمله خیلی کوتاه و بی ربط گفت. اگه این زمین رو بفروشم، اون درختای بلوط ته باغ چی میشن؟ مدیر شرکت میتونست بگه مهم نیست، قطعشون میکنیم. اما اون فهمید که داره بال یه قوی سیاه رو میبینه. پرسید اون درختا چه داستانی دارن؟ پیرمرد گفت من و همسر خدا بیامرزم اونها رو 50 سال پیش با هم کاشتیم. من بهش قول دادم تا وقتی زندم نذارم کسی بهشون تبر بزنه. بوم! قوی سیاه پیدا شد. مشکل پول نبود، مشکل قیمت نبود، مشکل یک تعهد اخلاقی به یک مرده بود. چیزی که توی هیچ قرارداد و فایل اکسلی نوشته نشده بود. مدیر شرکت بلافاصله استراتژی رو عوض کرد. گفت ما زمین رو میخریم ولی اون بخش ته باغ رو حصار میکشیم و به عنوان فضای سبز یاده بود حفظ میکنیم و توی قرارداد مینویسیم تا 100 سال آینده هیچ کس حق نداره به اون درختا دست بزنه. پیرمرد با چشمهای خیس قرارداد رو امضا کرد، حتی با قیمتی کمتر از پیشنهاد اول. وظیفه تو توی بحث‌ها اینه که کاراگاه باشی. وقتی بحث قفل میشه دیگه روی پیشنهادت اصرار نکن. ساکت شو و دنبال ناهنجاری ها بگرد. دنبال جملاتی بگرد که با عقل جور در نیان. از خودت بپرس چرا این آدم داره پول رو رد میکنه؟ از چی میترسه که به من نمیگه؟ کی پشت پرده داره بهش فشار میاره؟ شکار قوی سیاه یعنی پیدا کردن کلیدی که قفل قاب صندوق ذهنی حریف رو باز میکنه. وقتی پیداش کنی دیگه نیازی به جنگیدن نیست. در باز میشه. حالا که کلید رو پیدا کردی و در رو باز کردی، نباید مثل یه فاتح وارد بشی. بزرگترین اشتباه در لحظه آخر اینه که حس پیروزی خودت رو به رخ بکشی.
برای اینکه این توافق پایدار بمونه، طرف مقابل باید فکر کنه که خودش برنده شده و این ما رو میرسونه به آخرین و خطرناکترین قانون. به آخرین مرحله سلطه خوش اومدی. جایی که ماکیاولی کلاهش رو به احترامت بر می داره. قانون طبیعت انسان اینه. ما عاشق چیزهایی هستیم که خودمون ساختیم، حتی اگه اون چیزها زشت و کج و کوله باشن. اثر ایکئا. و برعکس، از هر چیزی که بهمون تحمیل بشه متنفریم، حتی اگه طلا باشه. پس اگر میخوای بحث رو طوری تموم کنی که حریف دقیقاً کاری رو بکنه که تو میخوای، نباید راه حل رو بهش دیکته کنی. باید کاری کنی که اون راه حل تو رو کشف کنه. ما به این میگیم مهندسی معکوس تصمیم. تو میدونی مقصد کجاست، ولی فرمون رو میدی دست حریف و فقط جاده رو طوری میبندی که اون مجبور بشه به سمت مقصد تو بپیچه و در عین حال فکر کنه خودش این مسیر رو انتخاب کرده. بیا یه سناریوی اداری سمی رو تصور کنیم. تو میخوای رئیست رو راضی کنی که روی پروژه جدید تو سرمایه گذاری کنه. روش بازنده: قربان، این طرح عالیه، سودش 200%، باید انجامش بدیم. دستور دادن به رئیس. واکنش رئیس: نه، الان بودجه نداریم، بذار بررسی کنم. چون حس میکنه اختیارش زیر سوال رفته. روش توهم اختیار: تو میری پیشش و مشکلات رو بولد میکنی. همون قوی سیاهی که پیدا کردی، مثلا ترس رئیس از عقب موندن از رقبا. میگی قربان، رقیب ما تازه محصول ایکس رو داده بیرون و داره سهم بازار ما رو میبله. اگر تا 3 ماه دیگه کاری نکنیم، احتمالاً 20% از مشتری‌ها رو از دست میدیم. من واقعاً نگرانم و نمیدونم چطور جلوی این فاجعه رو بگیریم. اینجا تو مشکل رو انداختی وسط. رئیس میگه خب نباید اینطور بشه. پیشنهادت چیه؟ تو نمیگی پیشنهادت چیه. تو راهنماییش میکنی. میگی خب ما 2 تا راه داریم. یا باید قیمت رو بیاریم پایین که ضرر میکنیم، یا باید یه فیچر جدید اضافه کنیم. ولی فیچر جدید بودجه میخواد. به نظرتون میارزه که الان هزینه کنیم تا جلوی اون ضرر بزرگ رو بگیریم؟ رئیس فکر میکنه. اون الان داره بین بد و بدتر انتخاب میکنه. و چون خودش داره به نتیجه میرسه، احساس قدرت میکنه. اون میگه آره، باید هزینه کنیم. برو روی اون فیچر جدید کار کن. بودجه‌شو من تایید میکنم. تبریک میگم. اون دقیقاً همون جمله‌ای رو گفت که تو میخواستی بشنوی. ولی چون اون گفت، پاشوایی میسته. چون اون دستورش رو داده، خودش هم مسئولیتش رو قبول میکنه. تو در واقع یک عروسک گردان بودی که نخها رو نامرئی کردی. تو بهش توهم کنترل دادی. اون فکر میکنه پادشاه و فرمان صادر کرده، در حالی که فقط یک سرباز بوده که نقشه ژنرال سایه یعنی تو رو اجرا کرده. پیروزی واقعی این نیست که حریف رو به زانو در بیاری و شمشیر رو روی گردنش بذاری. پیروزی واقعی اینه که حریف بلند بشه و دستت رو فشار بده و بگه ممنونم که کمک کردی این مشکل رو حل کنیم، در حالی که کیف پولش توی جیب توه. این هنر جنگیدن بدون جنگیدنه. خب، ما از 9 دایره جهنم مذاکره رد شدیم. از آینه کردن کلمات تا شکار قوی سیاه در اعماق ذهن حریف. حالا میرسیم به دروازه آخر، جایی که باید سنگین ترین بار روی دوشت رو زمین بذاری تا بتونی رد بشی. اون بار چیه؟ ایگو یا همون منیت تو. بذار بیرحمانه صادق باشیم. چرا اکثر ما توی بحثا میبازیم حتی وقتی همه این تکنیک ها رو بلدیم؟ چون ما معتاد تحسین هستیم. ما میخوایم بعد از بحث طرف مقابل جلومون زانو بزنه و بگه تو چقدر باهوشی، من اشتباه کردم. این زهر هلاهله، این پایان توه. یک استراتژیست سایه دنبال تشویق نیست، دنبال نتیجه است. تاریخ پر از فرمانده‌هاییه که توی جنگ پیروز شدن، ولی انقدر جشن و گرفتن و فخر فروختن که دشمنانشون متحد شدن و شبانه سرشون رو بریدن. پیروزی واقعی یک پیروزی خاموشه. بهترین مذاکره اونیه که وقتی از اتاق میای بیرون، حریفت حس کنه اون برنده شده. بذار اون فکر کنه زرنگ بوده، بذار اون فکر کنه امتیاز گرفته، بذار اون داستان پیروزیش رو برای بقیه تعریف کنه. چه اهمیتی داره وقتی که پول توی حساب توه، وقتی که قرارداد به نفع توه، وقتی که اون کاری رو کرده که تو میخواستی؟
تو باید یاد بگیری که نامرئی باشی. باید یاد بگیری که درد حق با تو بودن رو قورت بدی و سکوت کنی. یادت باشه توی این دنیا دو دسته آدم وجود داره. دسته اول کسانی هستند که میخوان همیشه ثابت کنن حق با اوناست. اینها معمولاً تنها، فقیر و عصبانی هن. دسته دوم کسانی هستند که میخوان موفق باشن. اینها کسانی هستند که لبخند میزنن، تأیید میکنن و در نهایت دنیا رو اداره میکنن. این 9 قانون ابزار تو برای خروج از دسته اول و ورود به باشگاه دسته دوم بود. این ویدیو رو یک بار دیگه ببین، نه برای سرگرمی، برای تمرین. چون دفعه بعدی که وارد یک اتاق میشی، 1 نفر قرار قربانی بشه و اگر تو شکارچی نباشی، قطعاً شکاری. من نمیخوام تو فقط یک بیننده باشی، من میخوام تو یک شکارچی باشی. برای همین من نمیذارم دست خالی از اینجا بری. تمام این 9 قانون، تمام جملات کلیدی و نقشه راه این ویدیو رو توی یک فایل مایند مپ تک صفحه‌ای و به شدت کاربردی برات خلاصه کردم. این فایل چاقوی زامندار توه، باید همیشه توی جیبت باشه. لینک کانال تلگرام رو توی توضیحات یعنی دیسکریپشن گذاشتم. همین الان برو، عضو شو و اون عکس رو دانلود کن. بذارش پس زمینه گوشیت یا پرینتش کن بزن بالای میزت، چون وقتی جنگ شروع بشه وقت فکر کردن نیست، وقت عمل کردنه. حالا نوبت اعترافه. توی کامنت ها بران بنویس توی آخرین بحثی که باختی توی کدوم یکی از این تله ها افتادی؟ آیا سعی کردی منطقی باشی؟ آیا دنبال بله بودی؟ یا شاید لنگر احساستو بد انداختی؟ بنویس تا با تاریکی خودت روبرو بشی، چون تا وقتی که به ضعفت اعتراف نکنی نمیتونی قدرتمند بشی. و به عنوان آخرین جمله این رو روی دیوار ذهنت حک کن. بحث کردن برای اثبات حقیقت کار فیلسوفاست. کار تو اینه که حقیقت حریف رو جوری دستکاری کنی که خدمتکار اهداف تو بشه. خدا حافظ، شکارچی.